سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر. با تحلیل شاخص دلار در خدمتتون هستم. تایم هفتگی شاخص دلار هستیم DXY. با توجه به اینکه این اولین ویدیوی کانال خواهد بود، دوستان عزیز لطفاً دقت کنید. این یه تحلیل پایه هست، یعنی تحلیل‌های بعدیمون رو با توجه به این تحلیل که از اینجا شروع کردیم، ببینید تحلیل تکنیکال مثل یه زنجیر میمونه. شما باید همیشه دونه دونه این دونه های زنجیر رو یعنی دنبال کنید. پس خواهشاً دقت کنید که چون ما تو این مارکت میخوایم پول در بیاریم. ببینید دوستان، کسی که میخواد واقعا از مارکت پول بگیره باید یعنی دونه بدونه حرکات مارکت رو بتونه یعنی رصد کنه. پس خواهشاً دقت کنید که مهم هست ویدیو. پس تایم هفتگی هستیم. تایم هفتگی معذرت میخوام. استراکچر مارکت کاملا نزولی هست. ببینید دوستان، اینم خط روندمونه که قشنگ نشون میده که مارکت نزولی هست. کف پایینتر، سقف پایینتر، کف پایینتر. پس استراکچر مارکت تو تایم هفتگی کاملا نزولی هست. اگرم بخوایم یه فیبو اینجا بندازیم، ببینید دوستان این لگ نزولیمون بوده که تا اینجا اومده پایین و مارکت شروع کرده به اصلاح کردن تا نزدیک 40% هم اصلاح کرده. اینجا میشه 50%ش و اینجا تو این ناحیه که مشخص کردیم یه گپ قدرتمند نزولی داریم میشه 61% یا همون منطقه گرون فروشی دلار و دوباره ادامه حرکت برای شاخص دلار. ولی خب اگه بخواید منتظر این حرکات باشید که تو تایم هفتگی اینجا مشخص کردیم و این نواحی، باید هفته ها، ماه ها و روزهای زیادی رو منتظر بمونید. پس ما چون میخوایم روزانه ترید داشته باشیم و حرکت های ریزتر مارکت رو ترید کنیم، میایم تایم های کوچیکتر رو که نزدیکتر به قیمت هست، یعنی نمای دوری بود اونجا، ما میخوایم نمای نزدیکتر بازار رو تحلیل کنیم. خب تایم روزانه، ببینید اینجا در تایم روزانه کاملا استراکچرمون سعودی هست. اونجا نزولی بود تو تایم هفتگی، ولی اینجا کاملا استراکچرمون سعودی هست. ببینید اینجا سقف بالاتر، کف بالاتر و دوباره سقف بالاتر درست شده. پس استراکچرمون تو تایم روزانه کاملا سعودی هست و درگیر این مقاومت که تو تایم هفتگی هم مشخص کردیم مقاومت مهمی هست. اگر مارکت بتونه روی این ناحیه، یعنی این ناحیه رو کامل مصرف کنه و اینجا یک کلوز کندل روزانه داشته باشیم، بازار دوباره میاد فاز اصلاح این لگ سعودی و بعد از اصلاح دوباره ادامه حرکت به سمت بالا و اون ناحیه‌ای که تو تایم هفتگی بهتون نشون دادم که اینجا یک ناحیه عرضه شاخص دلار هست، یک ناحیه قدرتمند عرضه هست که احتمال زیاد مارکت به سمت این حرکت خواهد کرد. پس من برای هفته های آتی حرکت شاخص دلار و سعودی میبینم با توجه به نرخ تورم و این خبرها. پس بعید نیست که شاخص دلار بخواد نواحی بالاتر رو ببینه. میریم تایم 4 ساعت. ببینید دوستان، اینجا تایم 4 ساعت ما نواحی متعدد حمایت رو داریم. پس اینجا 1، اینجا 2، اینجا 3، اینجا 4 تا گپ حمایتی مهم داریم که نواحی خرید هست برای دلار، یعنی اینجا حمایت های قدرتمندی هست برای دلار. دوستانی که ترید میکنید، یعنی کسانی که یورو دلار رو ترید میکنید، بدون تحلیل شاخص دلار نمیشه ترید زد. من خودم روی یورو دلار بیشتر ترید میزنم. پس
اگر میخواید ترید انجام بدید شاخص دلار رو تحلیل کنید ولی پوزیشنتون رو روی یورو دلار بگیرید. ببینید یورو دلار تایم 4 ساعت. ببینید دوستان من تو کانال تلگرامم هفته قبل یه پست گذاشتم، گفتم هفته آینده هفته نزول هستش و حقیقتا هم هفته نزول بوده. ببینید کندل هفتگی هنوز یه روز 10 ساعت دیگه مونده این کندل هفتگی بسته بشه. ببینید چه نزولی داشتیم. برمیگردیم 4 ساعته. پس دوستان گرامی دقت کنید، اینجا ما چیا داریم؟ ببینید کاملا مشخصه تو تایم 4 ساعت یورو استراکچرش نزولی هست. ببینید اینها داخل این کانال بود، تو این کانال حرکت میکردیم. بعد از اینکه کانال شکسته شد به اندازه عرض کانال قیمت حرکت کرده ولی هنوز به اون جایی که بتونه این لگ نزولی رو اصلاح کنه به نظر من نرسیدیم. به نظر من اصلاح این لگ نزولی از این منطقه تقاضا خواهد بود، یعنی اصلاح به این لگ نزولی از اینجا شروع خواهد شد. پس هنوز به نظر من برای یورو متصوره که قیمتش پایین تر بیاد، یعنی به داخل این ناحیه. حمایت و مقاومت هایی که داریم اینجا یه حمایت خیلی مهم هست که تو تایم روزانه و هفتگی هم همون جاها هم حمایت هست. تایم 4 ساعت حمایت آنچنانی اینجاها نداریم. ببینید اکثر حمایت هایی که تو تایم 4 ساعت داشتیم فقط میمونه این به نظرم گرفته حرکت قبلی. خب اگر این گپو اینجا میشه یه قیمتی، خب ببینید این میشه یه گپ 4 ساعت. هنوز اینم پس دوستان تریدری که منتظر حرکات یورو بودین که ترید بزنید، اینجا به نظر من میشه یه پوزیشن کوچیک گرفت. ببینید دوستان اگر اینجا یه پوزیشن لانگ باز کنید به استاپ این زیر، استاپ بذار ببینم این خیلی سوپش زیاد میشه. ببینید دوستان به نظر من این استوپش خیلی زیاد میشه، یعنی ریسک به ریواردش نمیارزه. تو این ناحیه بهتره کسی که میخواد تایم 4 ساعت رو ترید بگیره به نظر من توی این گپ وارد بشه بهتره. اینجا هم گپ قیمتی داریم. اگر اینجا وارد بشیم میتونیم به استاپ این زیر، یعنی استاپمون زیر این کف باشه دوستانی، چون ببینید این ترید میشه خلاف روند. به نظر من یه ترید ریسکی خواهد بود چون دقیقاً این خلاف روند خواهد بود. اینجا ببینید و اصلاحش هم تقریباً 1/2 بگیریم. به نظر من کسی که میخواد
ترید کنه رو شاخص رو یورو، اونم خلاف روند. ببینید اینجا گفتم روند کاملا نزولی هست. به نظر من این ترید خوبی خواهد بود اینجوری. یعنی من خودم بخوام پوزیشن روی یورو بگیرم، منتظر میشم قیمت به اینجا برسه، اینجا یه پوزیشن خلاف روند رو وارد میشم به خاطر گرفتن اصلاحش. خب اما بهترین کار اینه که کجا پوزیشن باز کنیم؟ اگر قیمت برگشت و این گپ بالا رو، اینجا دو تا گپ کوچولو ریز داریم، اینجا هم یه گپ دیگه ریز داریم. اینجا به نظر من جای خوبی هست برای پوزیشن گرفتن. یعنی اگر قیمت بخواد تا این ناحیه بالا بیاد با استوپ این سقف و تیپی اینجا، من 3-4 اینجا. خب ببینید این دو تا پیشنهاده برای دوستانی که میخوان ترید بزنن. به نظر من تریدای خوبی خواهد بود این دوتا، یکی این و یکی این. امیدوارم موفق